بیشتر مردم نمیدونن تفاوت بین یونایتد کینگدام یا همون پادشاهی متحده، انگلستان و بریتانیای کبیر چیه؟ آیا همه اینا یکی هستن یا تفاوتی بینشون وجود داره و بالاخره کدوم درسته؟ بیایید بررسی کنیم. اینها مجمع الجزایر بریتانیا و ایرلند هستند، گروهی از جزایر که در سواحل شمال غربی اروپا قرار دارند و بیشتر شامل بریتانیای کبیر و ایرلند میشن. مهمه بدونید که بریتانیای کبیر و ایرلند اصطلاحات جغرافیایی هستند نه سیاسی. بریتانیای کبیر بزرگترین جزیره است و ایرلند دومین جزیره بزرگ. اینجاست که موضوع جالب تر میشه. بریتانیای کبیر شامل 3 کشور انگلستان، اسکاتلند و ولز. هر کدوم از این کشورها پرچم مخصوص خودشون رو دارن. در مقابل جزیره ایرلند شامل 2 واحد سیاسی، جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی. بخش جنوبی که جمهوری ایرلند نام داره یک کشور کاملا مستقله و بخشی از پادشاهی متحده نیست. اما پادشاهی متحده یا همون یونایتد کینگدام دقیقاً چیه؟ یونایتد کینگدام یک کشور متشکل از چند کشوره. این اتحادیه شامل انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی میشه. همه این کشورها در قالب اتحادیه برابر در نظر گرفته میشن. یونایتد کینگدام یک اتحادیه سیاسی است، برخلاف بریتانیای کبیر که اصطلاحی جغرافیاییه. افراد این کشورها با عنوانهای انگلیش، اسکاتیش و ولش شناخته میشن، در حالی که ساکنان جمهوری ایرلند به سادگی آیریش نامیده میشن. افراد ساکن ایرلند شمالی ممکنه بسته به دیدگاه خودشون رو آیریش، بریتیش هر دو یا نوردرن آیریش بدونن، چون هیچ هویت یکتایی وجود نداره که برای همه صادق باشه. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، انگلستان یک کشوره، بریتانیای کبیر یک جزیره است و پادشاهی متحده یا همون یونایتد کینگدام یک اتحادیه سیاسیه که از انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی تشکیل شده. ویدئوی بعدی در مورد اهمیت تنگه هرمز و عواقب بستن اونه. صفحه رازنما رو فالو کن تا اون ویدئو رو هم ببینی.